سلام، شادی زارعی هستم، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی. سلام به دوستای گلم. امروز اومدیم جواب یک سری سوالات رو بدیم که در زمینه رشته مهندسی پزشکی ممکنه که مطرح باشه براتون. من اینجا یادداشت کردم، ازشون میخونم و دونه دونه جواب میدم. اولین سوال: اگه بخوام مهندسی پزشکی بخونم بیشتر دروس پزشکی میخونم یا مهندسی؟ شما مهندسی پزشکی داری میخونی و شما خانوم یا آقای مهندس میشی. دومین سوال: بعد از فارغ التحصیلی کجاها میتونم کار کنم؟ بیمارستان ها، کلینیک ها، شرکت هایی که در زمینه مهندسی پزشکی کار میکنن و اینکه شما کجا اصلا بخواید کار کنید یا کجا بتونید کار کنید خیلی به توان شخصی خودتون برمیگرده و خیلیش رو در همین مراحل تحصیل، کار اینا تعیین میکنید خودتون. سومی: تفاوت رشته برق و گرایش بیوالکتریک چیه؟ آیا همون برقه؟ نه، نمیشه گفت که همون برقه، چون مثلا شما اگه حتی گفتم که شما 2 سال اول رو که وارد این رشته میشید 2 سال اول دارید خیلی دروس پایه رو میخونید، اوکی؟ و دروس پایه رو مقداری از مثلا بخش دروس پزشکی میخونید، مقداری از دروس مهندسی. یعنی شما مثلا فیزیولوژی داری یا مثلا بیوشیمی داری، از اون سمت شما ریاضیات مهندسی داری، دیفرانسیل داری، محاسبات عددی داری، اینا مثلا دروس پایه‌تون. و بعدش که خب گرایشتون رو مشخص میکنید، مثلا میاد توی شاخه بایوالکتریک، بله شما تا میتونیم بگیم حد زیادی با دروس برق مواجه میشین، ولی خب نه کاملا. یعنی شما باز هم توی مقاطع بالاتر هم دروس رشته خودت رو شما داری، همچنان دروسی که یه مقداری پزشکی داشته باشن، مرتبط با رشته شما باشن، تخصصی های رشته خود مهندسی پزشکی باشن هست و نمیشه گفت این دقیقا همونه. سوال 4: اگر از رشته تجربی بخوام این رشته رو بخونم خیلی سخته. اینو توی ویدیوی قبلی خیلی مفصل و کامل توضیح دادم. اینکه خیلی سخته به توان خودت بستگی داره. این ببین میتونی مثلا یک سری ریاضیاتی که شاید بچهای ریاضی بیشترم مثلا سال 3 سال 12 خوندن رو میتونی بخونی جبران کنی، چون خب بچهای تجربی اونقدر ریاضیات نخوندن به اندازه بچهای ریاضی و اون خیلی کمک، خیلی جلو میندازشون. اگه میتونی جبران کنی کنار بیای با سختی یک سری دروسی که ریاضیات داره یا ممکنه برات مبهم باشه، چرا که نه، اصلا کار نشد نداره و شما هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. 5: شرایط مهاجرت این رشته چطوره؟ شرایط مهاجرتش خیلی خوبه. الان من میبینم که توی سری پیج ها مثلا میذارن که شرایط مهاجرتش خوب نیست و اینا. اولی که باز دوباره شرایط مهاجرت مثلا شرایط کاریه میشه، خیلی بستگی به شخص داره. یعنی شما ممکنه اگه رشته‌ای که اصلا درصد مهاجرت خیلی پایینه ولی چون خیلی تاپی توش، به هر حال همه جای دنیا آدم‌های تاپ رو میخوان و خب شما شرایط مهاجرت خیلی بهتر میشه از کسی که یه رشته رفته که خیلی شرایط مهاجرت خوبی داره ولی توش خوب نیست. بنابراین خیلی 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 این چیزا بستگی به خودتون داره. 6: بازار کار ایران برای کدوم گرایش بهتر؟ باز دوباره نظرات خیلی زده نقیضه. یه سری میگن نه اصلا کار وجود نداره توی این رشته، هیچ گرایشش این چیزا. یه سری میگن که نه خیلی کارهای زیادی وجود داره، نمیدونم خیلی کارهای مختلفی میشه انجام داد و هستن توی هر 3 تا گرایش هستن افرادی که دارن فعالیت میکنن و کار انجام میدن. و اینکه من الان جواب نمیدم که این آره اون نه، با اینکه خیلی از پیج‌های شاید بیشتر به جای کنکور من دیدم که این جواب رو میدن، برای اینه که کی تعیین میکنه میشه یا نمیشه رو. شما هر کاری که بخوای رو و براش تلاش بکنی رو میتونی بهش برسی.
یه مهندس پزشکی کار اصلیش طراحی دستگاه یا تعمیر. چون که تعمیرات خیلی بستگی به این داره که شما وارد کار بشی. یعنی شما اگه بگی من مهندسی پزشکی خوندم، لیسانس گرفتم، الان میتونم هر دستگاهی رو بزنم تعمیر کنم، اصلا اینطوری نیست. شما باید بری دستگاه رو از نزدیک ببینی، با برندهای مختلف یک دستگاه کار بکنی، ببین اصلا میتونی، یا بری کارآموزی قبول بکنی توی حالا بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، شرکت‌ها، باید در رابطه باش علم کسب بکنی. و طراحی دستگاه خب میتونم بگم شما آکادمیک تر میتونی به بخش طراحی دست پیدا بکنی، ولی باز هم همه اینا مستلزم اینه که شما بتونی هم بسیار مطالعه داشته باشی و ریسرچ قوی داشته باشی و در کنارش شما بری تجربه کسب کنی در زمینه‌های مختلف. و پیشنهاد من به شما اینه که زمینه تخصصی خودتون رو پیدا بکنید و این نباشه که خیلی بخواید کلی فکر کنید. بنابراین برید مطالعه کنید دقیق. حالا من سعی کردم تا جایی که امکان داشت توضیح بدم خدمتتون که اصلا این رشته چیه، چجوریه و کلیات رو خدمتتون عرض بکنم، ولی سعی کنید که برید خیلی از این کلیات استفاده بکنید، شاخه هایی که من بهتون دادم رو دوباره پیگیری بکنید، ببینید علاقه شما دقیقاً میشه کجا قرار میگیره و دقیقاً اونو هدف گذاری کنید و تلاش کنید تا بهش برسید. این موضوع خیلی بیشتر بهتون کمک میکنه تا اینکه هیچ سردرگم و گم باشید و ندونید که دقیقاً کجای این داستان قرار گرفتید. موفق باشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، بهتون کمک کرده باشه. خیلی خوشحال میشم اگه من رو دنبال بکنید و ویدیوهای دیگر رو تماشا بکنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. خدا نگهدار.